فکر کنم خیلی هم دخترها طرفدارش باشم. یه خاطره دارم تعریف میکنم. خب بگو. یه روز به من گفتش که من بهش گفتم بابا بیا با هم صمیمی باشیم، با هم دوست باشیم، هر چی شد به هم دیگه بگیم. یه میگه آره بابا راست میگی، منم خیلی خوشحالم که هر کار کرد این به من میگه. درست این حرف زور صحبت کردیم اینا، یه غروب به من گفت که بابا ببخشید من میخوام دوست دختره بیارم خونه. خب من هنگ کردم. گفت برید بیرون ها. اصلا گفت اصلا تو شرایط تو ما تهران این شرایط عادی باشه، ولی تو شرایط ما همچین چیزی وجوده. این منو گفت هنوز را پیش من این صحبت ها اصلا نمیشه. مادرش با من سرمون اصلا رو سیاست یه بابا من دوست دخترم بیارم. نه گفتم من دیگه نمیدونم بیرون اگه میشه فضا رو برای یه دختر پسر راحت بذارید بخوام صحبت کنیم. واقعا صحبت می‌خواستیم